بالله میگه انا وجبت له الشفاعة يوم القيامة. پیغمبر خدا صلی الله علیه و سلم گفت که هر وقتی که معزین الله اکبر میگه یک نفر شما را تکرار کنه الله اکبر ولی ما عادت داریم معزین الله اکبر میگه ما میگیم جل جلاله. گپی معزین تکرار کردن در کار. اول بگو الله اکبر اگر وقت شید بگو جل جلاله. معزین وقت میگه اشهد ان لا اله الا الله بگو اشهد ان لا اله الا الله. معزین گفت اشهد ان محمد رسول الله ترا بگو اشهد ان محمد رسول الله. ما صلی الله علیه و سلم میگیم صلوات میفرستیم. اول باید کلمه شهادت بگوی بعد وقت شد بعد بگو صلی الله علیه و سلم. وقتی معزین میگه حی علی الصلاح شنونده بگه که لا حول ولا قوة الا بالله العلی العظیم. معزین وقتی میگه حی علی الفلاح بگه که لا حول ولا قوة الا بالله العلی العظیم. اگر چند در کتابای فقهی ما همینجا ماشاءالله کان و ما لم یشاء لم یکن اومده است، نه که این متن حدیث هم گفته است. حدیثی را که در صحیح امام مسلم اومده است برای روایت حضرت عمر که همون لا حول ولا قوة هرچ نمیگه. و میگه ثم قال الله اکبر وقتی گفت الله اکبر این را میگه لا اله الا الله را میگه بر اوش واجب میشود شفاعت من فردا روز قیامت. از آن شعار اسلام شعار دین همین قدر درجهش بلندی هست که یک نفر در مسجد مثلا اگر قرآن میخونده باشه آواز معزین که شنید قرآن ما نبود اول معزین جواب بگه معزین جواب بگه دعای بعدی از آن شب بکنه با قرآن شب بگیره ادامه بکنه. در وقت قرآن سخن گفتن هم مکروه تحریمی است، زیرا که نهی صریح صحیح خداوند اومده است. خداوند امر میکنه بنده باشه فاذا قرئ القرآن فاستمعوا له وانصتوا. وقتی که قرآن تلاوت میشود گوش به اندازه خاموش باشه. وقتی تلاوت قرآن وقتی گپ زنی نیست. از زمانی که همین آیه قرآن نازل شد دیگر در وقتی همین امر به معروف و نهی از منکر هم گپ زدن حرام اعلان شد. دیگر در وقت خطبه روز جمعه هم گپ زدن حرام است. ممکن نیست. برای که خدای تعالی میگه که وقتی قرآن تلاوت میشود گوش به اندازه خاموش باشه. انصتو را گوش کن خاموش باش. گر زبان حق نگشتی گوش باش. همون کسی که در وقت اذان گفتن یا در وقت قرآن خوندن گپ میزنه در جان خودش جور میکنه. عملش عمل مکروه. خدا نگه داره که فرد روز قیامت با قرآن خصمش نخیزه. سیوم حکمش وزنی نیست. اگر ما بودم مثلا کسی رفته است وقتی شنیدن از اون ای حرکتش باز نیسته وقتی تلاوت قرآن ای حرکتش باز نیسته با که ندونه. اما گپ زدن در همین مورد مکروه تحریمه. باید گپ نزن. اصلا از موضوع حساب میخوره که در روز همون السلام علیکم و علیکم السلام مکروه گفته میشه. بله. داخل مسجد چی دارن؟ بله. مسجد در سلامش هم سلامی که سلامی که السلام علیکم و رحمت الله در اونجا تو قصد میکنی بشر ملکه. اگر امام ایکدو طرفی باشه امام قصد میکنی. همون سلام گفتن مسجد اصلا همین هست. اون سلامی که مثلا در این مسجد بعضی میدرویان السلام علیکم و رحمت الله این کراهیت داره. برای که در مسجد بعضی‌ها نماز خونده استیان بعضی‌ها قرآن خونده استیان شاید جای صحبت از حلال حرام رفته است دقت همه را به سوی خود جلب میکنه و جواب گفتنش هم واجب نمیشه در ذمه کسی. در وقتی از برآمدن مسجد بهترش سلام میکنه. اما سلام مقصد خیلی نماز خونده ولی در داخلی همون خانه کار ما یا عادت داریم بعد خصوصا بعد بنداد انتری کروب میستیم سلام میکنیم. همین این علی القاری هیروی خدمت مکروه بدعت میگه بدعت مکروه. همین بدعت است بدعت مکروه کراهیت داره میگه. اگر عادت کردن ای خونه کو بروی در صحن مسجد بیرون ای در مسجد مرحمت کسی را ندیدی سلام علیک کردن بگی. اما داخل مسجد هم تری کروب ایستاده و سلام کردن همین بدعت گفتیم بدعت مکروه. این هم در کتاب مرقات شرح مشکات المصابیح اومده است هم در کتاب فتح الملهم شرح صحیح مسلم
شبی رحمت عثمانی و مفتی تقی عثمانی شرح نوشته که در مذهب حنفی همین کار کراهیت داره. چی برسه به اینکه ابتدای اومدن از در مسجد اومدن اوز بلند خطی السلام علیکم و رحمت الله. سنتی است که وقتی از در مسجد میدروی دعایی را که از پیغمبر صلی الله علیه و سلم برای ما و شما را به راست مونده است بگیم که میگوی اللهم افتح لی ابواب رحمتک و صلات و سلام علی حبیبک محمد صلی الله علیه و سلم. این را باید بگویم خود در رحمت برای ما باز که ما مهمانی تا هستیم به خانه تو اومدیم. پروردگار دعا و درود ما را بر محمد صلی الله علیه و سلم بفرست. امروز جمعه اینا برای درود و دعا با پیغمبر صلی الله علیه و سلم بهترین روزها است. در سنن امام نسائی بر روایت از اوس بن اوس رضی الله تعالی عنه صحابی پیغمبر اومده است. حضرت میگه این من افضل ایامکم یوم الجمعه، بیشک بهترین روزهای شما روز جمعه است. فیه نفخه و فیه صعقه، در همین روز قیامت قایم می شود. در همین روز خدای تعالی همه را مثلا میمونه، همه را با اکثری نو زنده میکنه. فیه خلق آدم علیه السلام، در همین روز جمعه خدای تعالی آدم علیه السلام را داخل جنت کرده است. بعد حضرت گفت فاکثروا علی من صلاتکم فی هذا الیوم، در همین روز بر من صلوات زیادترک بفرستید. فضیلت چه ببینید چقدر بلنده. ولی سوال میتن که دنیا بعضی‌ها میگن که در روز جمعه همدیگر را تبریک تهنیت گفتن بدعت است. بدعت چرا میگن در شریعت؟ چیزی را که اصل نداره. من لا اصل له. حضرت گفت من احدث فی امرنا هذا ما لیس منه فهو رد. کسی در دین ما در شریعت و چیزی را وارد میکنه که از این دین است او مردود است. همین را شرح میتن شارح‌های بزرگ ما از جمله اینا بدرالدین عینی صاحب شرح صحیح بخاری عمدة القاری که یکی از بزرگترین شرح‌های بخاری است. یعنی میگه ایلا اصل له، چیزی که اصل نداره، اما هر چیزی که در شریعت اصل داره او را بدعت گفته نمیشه. لااقل بدعت مستقبحش گفته نمیشه، بدعت مقصد که مکروه و قبیحه. صحابه پیغمبر صلی الله علیه و سلم همدیگه را به عید تبریک میکردند. به عید رمضان، به عید اضحی، عید قربان تبریک میکردند. از حدیث از نص صریح شرعی برمیآید که روز جمعه فضیلت مرتبهش از روز عید بالاتر میشه. در قرآن یک سوره مخصوص سوره جمعه با نام سوره جمعه اومده گیره. در یکی از آیات‌های این سوره خدای تعالی امر کرده است یا ایها الذین آمنوا اذا نودی للصلاة من یوم الجمعه فاسعوا الی ذکر الله و ذروا البیع. ای کسایی که دعوای ایمانداری میکنه به خدا و روز قیامت، وقتی که روز جمعه صدای از اون شنیده همه کاروباری دنیا را ترک کنه، شتاب کنه به سوی نماز، تجارت کاراتون را بس کنه. این قدر مرتبه و منزله داشته است. عید فقرای مسلمان بده است. حتی در بعضی آثار اومده است میگه حج فقرای مسلمان روز جمعه. و برای پیغمبر گفت که مثلا مهاجر کسی که تیستر و پیشتر میاد در روز جمعه، مثلا شخصی را میمونه که در راه خدا شتر قربانی کرده است. اون طایفای دیگه که میآیند، یعنی تو خارج شدن امام به سوی منبر، مثلا اونو مثلا شخصی را میمونه که گاو کشته باشه در راه خدا. اون کسایی که دیرترک میکنن ثواب گوسفندکش میآورند. کسایی از اونها دیرتر میکردگی ثواب مرغکش میآورند. که این مرغ دیگه قربانی نیست، دیگه به هر حال ثواب داره. بعد او طایفه که پیش از همین اومدن امام اسپید میکنن میدروین و ثواب صدقه تخم میآورند. اما وقتی که امام بالای منبر میبراید میگه تو صحفهم، ملائکه ها کتابا را میپوشونند. فقط ثواب نماز جمعه را مییابی بود، اما ثواب شتاب کردن سعی کردن به سوی نماز در نمییابی. از همین خاطر در بعضی آثار اومده است حج فقرا میگن چرا تبریک کردن به همین خیر روزی بزرگ همدیگه را بدعت بوده است. کسایی همین دعوا را میکنن خودشان مبتدی، اما علما خودشان مبتدیان. عقل فراست که نباشه در شوق میشینی و شوخ حرام میکنی. حضرت گفت از بس که روز جمعه بزرگترین روزهای فاکثروا علی من صلاتکم فی هذا الیوم،
در همین روز بر من صلوات بیشتر از زیادتر بفرستید تکم تعرض علیه، زیرا همون دعا و درود شما در نزد من عرض کردن بشه و من میارن میرسونمش. طریق رسوندن به رسول الله صلی الله علیه و سلم چی نوعه؟ حضرت میگه من صلی علی عند قبر سمعتو و من صلی علی نائیا ابلغتو. کسی در پیش قبرم بر من صلوات بفرسته میشنومش، اما کسی از دور صلوات میفرسته به من آورده رسانده میشود. ایرا امام بیهقی در سنن الکبراش آورده است. باید میکنه از حضرت عبدالله ابن مسعود فقیه اصحاب پیامبر صلی الله علیه و سلم، فقیه امت اسلامی، که میگه رسول خدا صلی الله علیه و سلم بشارت داد، گفت ان لله ملائکه سیاحین فی الارض یبلغون من امتی السلام. خدا را ملائکه‌ای هستند که در روی زمین سیاحت میکنند، شهر به شهر، دهه به دهه، کوچه به کوچه میگردند و کسایی که بر من صلوات و دعا و درود میفرستند، انا اون صلوات و دعای هوا را میارن به من میرسونن. همین خاطر گفت در همین روز جمعه زیادتر بر من صلوات بفرستید. صلوات شما را نزد من میارن. یک آدم نو مسلمان شده است، اگه بیچاره ولی حکمت پیغمبر چی بودن نمیدونه، حکمت شریعت نمیدونه، درجه و منزلت بزرگوار را نمیشناسه، گفت یا رسول الله کیف تعرض علیک صلاتنا وقد ارمت یعنی بلیت. ای حبیبی خدا گفت چه صلواتی ما در نزد تو عرض میشود که اون وقتی که تو وفات کردی در خاک موندن میپوسه استخوانای بدنت، زمین میخرش. حضرت تبسم کرد گفت این الله حرم علی الارض ان تاکل اجساد الانبیاء. خداوند بر زمین حرام گردانده است خوردن جسد پیغمبران را. جسد پیغمبر زمین نمیخورد. بعد روح همیشه زنده روحی الحمدلله. همین عالم برزخ خودش عالم ارواح است. در روز جمعه صلوات زیادتر بفرستید و رسول الله صلی الله علیه و سلم به حق گذاشتهات و دعا کنید. کسایی وقت داره برای زیارت کنه سر قبر، در روز جمعه ارواح آزادند. همین کسایی زیارت میروند میشناسند شد. در این مورد ما صحبت‌های زیاد کردگیم. حتی میگم اهل قبرستان میشناسند، میگم فرزند فلانیه برای دعا و درود زیارت پدر و مادرش اومده است. کسی امکان داره و شرایط داره بریم. میخوره که پگاه شما با مود فراموشی سپاریده نشوه و فرزنده و نویرات رو زیارت کنن، شما برای زیارت کنه. تو به جای پدر چی کردی خود که همان بازخواهی از پسرت؟ کم و تدین و تدان چخیلی تو معامله میکنی با تو عین همون معامله کرده میشود. از همین خاطر این روز خودش همین روزی بزرگ داره. در این روز صلوات دعا و درود زیادتر فرستادن میکنه. و کسی را مگر که بدعتی بگو خودتی مبتدی، بدعتکار خودتی، عقل فراست نداری. آقای آدم وقتی فقاهت نداره بسیار کارش جگره. شخصی که فقیه نیست حتی اگر حدیث هم بشنوه از فقه حدیث بیخبر باشه با او چی سود و منفعت میده؟ خدا رحمتش کنه. علامه ابن جوزی یک کتابی داره با نام تلبیس ابلیس، تلبیس و ابلیس. در همونجا بعد بعضی همین فندخریای مردم که شیطان چخیل فند فریبشون میکنه آورده است. از جمله جایی ده میگه چی نوع شیطان اهل حدیث فریب میکنه. میگه اهل حدیث هم میگه که شما فقه چیکار میکنه، ایشه چیکار میکنه. العلم ما قال فیها حدثنا. علمی هست که فقط در او همه حدثنا بگن، از بس که دیگه مضمون حدیث نمیفهمند، فقه حدیث نمیفهمند، فقیه که نیستن در شریعت بعضی کمبودی و خطاهایی میکنن که واقعا خنده آور است و چند واقعهایی را همجا ذکر کرده است. آدمای خیلی بزرگ، آدمای اندک نه، شخصیت‌های خیلی معروف هستند. یک شخصی بود با نام علی ابن داوود، این پیشوای ظاهری‌ها بود. علی ابن داوود ظاهری میگن. آخه این صدها شاگرد داشت، تعلیم حدیث میداد. یک روز میگه در محفلش یک زن میدرویه، میگه حضرت من نظر کردم که 1000 ما صدقه کنم چی میشه؟ 1000 ما صدقه میکنم اگر مثلا نظر کرده است پیش خدا که اگر فلان مشکل و موسوم شود و این میگردم میگه 1000 چند دیرم؟ میگه 22 دیرم.
هم باشم میگه 22 روز روزه بگی. آدم مشهوره آدم این نام این آدم گرفته در تاریخ آدم مشهوره حدیث های خیلی حدیث های زیاد روایت کرده گیه کتاب حدیث رساله ها داره و 22 روز برای روزه بگی کفارتش وقتی میگه زنه گایده برمد گفت وای به حال این چی فتوایی بد من دادمش من خطا کردم ایده کفارت زیهار دادم بگه ببین با این جواب دیمش میگه ای جواب یکمش ده احمقانه تر اوخی کفارت زیهار در قرآن صراحتا اومده گیه در سوره مجادله کفارتش اینمی کفارتی در ماه شریف رمضان میگن کو یعنی مقصد غلام آزاد کردن یا که اگه دیگه غلامداری که نیست 2 ماه پی در پی روزه گرفتن یا که اگر کسی که امکانی فمن لم یستطع کسی قدرت امکانی روزه گرفتن نداره 60 مسکین طعام دادن میگه این جواب دیگه‌اش ای جواب یکم ده احمقانه تره سبحان الله وقتی نظر ندونی کفارت نظر در صورت انجام دادنش ندونی چی دعوای عالمی میکنی واقعا همین بسیار چه بگم جاهلن بسیار متکبر و مغرورن و ایلا قسم به الله همین کسایی که همین دعوای زیاد میکنن مذهب را بدعت میگن پیروی مذهب یا بدعت و مقصد جهالت میگن اگر همین عادی ترین الیمنتر نیست اولو را خچون نبتن جواب گفتن نمیتونن کاری بازی نیست کاری هر بز نیست خیرمن گفتن گاوی نر میباید و مردی کهن یک محدث کلام بوده است با نام ابن سعید ایران نامش در تاریخ ها اومده جایی آدمای اندک نیستن محدث های بزرگن میگه درس میگفت که یک شخص در اومد گفت حضرت اگر همین مرغ در روی چاه بغلطن بوم برای چی میشود حکمی همه آبی چاه چی میشود همه پرسش که چخیل مرغ در روی چاه بغلطی خیلی هم سری چاه باز بوده است همون مرغ اومده است مرغی بی عقل و خیلی پرید از در روی چاه زده است ای شما مرده بوده که دهانی چاه محکم نکرده چرا دهانی چاه محکم نمیکنی بعد همون یک شخص در اونجا شرکت میکرده است یا فقیه من میگه حالی زور شدیدم او فقیه شافعی مذهب است همین ابن الجوزی خچم شافعیه و میگه استغفر دیده میگه عاجزی استاد که نمیفهمه چرا جواب نمیتونه گفت دیگه میمردی او تکلی و میگه استاد صداش کردن که زن جد یو انا اگر به شرط میگه اون موافق هم مذهب خودش که جواب میفته است اگر به شرطی که آب رنگش تغییر خورده باشه بوش تغییر خورده باشه اگر مزهش دیگر شده باشه حرام شده لیکن اگر به شرطی که همین 3 جزء آب که آب میگن با خاطر همین میگن اگر همین تغییر نخورده باشه یعنی رنگش دیگر نشده باشه اگر به شرط بوی همترین نجاست نگرفته باشه اگر طعمش نگرفته باشه حلال درسته او شافعی مذهب یک حدیث دویم دلیل میکنن که میگه که وقتی که آب با مقداری قلتين شد 2 قلة فليحمل الخبز اذا بلغ الماء قلتين فليحمل الخبز آب وقت 2 قله شد دیگه خبز نمیگیره دیگه نجیس نمیشود تو زمانی که یعنی 3 خاصیتش دیگر نشود اگه این قلتینش ممکن 300 لیتر بشده زیاده از 300 لیتر اما در مذهب ما اوکی نیست مرغ که بدوی او مون ایچی تو 60 او میکشی میبروری او چوهی که ایتاش او دوی برمدن میگیره اگر چی تو 60 سطیلا میکشی میبروری و خیولش دیگه حلال توزه میگی برای ایو را فهمیدم فقیه بدن در کاروخی با یه عقلکی خولی میشود در یک محفل میگه سلیمان اشعث ششته بوده است این بسیار شخصیتی بزرگ است اما میگه سلیمان اعمش یک روایت های ایران بخاری آوردگی مسلم آوردگی در سیرهای سیته در همش میآید یکی از محدث های بزرگ یکی از راوی های بزرگ حدیث در کوفه و عراقی نیسان میخورده میشه سلیمان اعمش میگه سوال میکنم بیچاره مستر میمونه جواب گفته نمیتونه حضرت امام اعظم ابو حنیفه هم ششتگی بوده است بعد سوال اون را جوابش میگه این با تعجب میکنم میگه یا ابو حنیفه همیون تا ایتی جو گفتشتی ای پیش خودت گفتشتی و نیوخی حضرت
من ایرا طبق فلان حدیث گفته استم که تو روایتش کرده از ابراهیم نخعی ای فلانی امیخل القمه عبدالله ابن مسعود از پیغمبر خدا صلی الله علیه و سلم. بعد تعجب میگم میگیرن سبحان الله میگم روایت من کردم عقل خدا نمیگیره تجاوبش گفته استی وفق روایت ما. بعد یک سخن تاریخی را گفت که برای آدمای عاقل همین کفایت میکنه. یک بگیم یک اکسیوم شدگی است. انتم یا معشر الفقهای الاطباء و نحن صیادله. شما ای گروه فقیها میگه شما طبیبه، شما طبیب یعنی که نزنچلی را شما باید کنید. ما فقط داروسازیم محدثا. ما دارو را آموده میکنیم اما نزنچت طبابت شما باید بکنید. از بس که همین جهالت دیگه فرامو گرفته است. هر چیزی را ایش بیدعته اوکی ابله. پیش از اینکه سخنی را میگوید تا اول یک چند کتاب بخون. گفتی که پای اروسا با هم دیگه سپستوید که ما حقیقت در میوب یا نه. با بخوندن دسته کتاب هم آدم به عقل نمیشه واقعی. خدای تعالی اگر ما عقل که نداده باشد بیتنی نمیشه با یک کتاب دو کتاب خوندن. بزرگای خدا خدمت کردن، کتابا را تدوین کردن، نوشتن برای ما را تیار کردن. لقمه تیار ای خانواده دست درست کنم فروش ببر. نه ایش بدعته، ایش فلانه. اونم که هم خویده بدعت خود چه نمیدونن چی است.